تصور کن روبروی همسرت ایستادی، اسمش رو میدونی، تمام خاطرات مشترکتون رو یادته، اما یه چیز وحشتناک سر جاش نیست. تو دیگه بهش هیچ حسی نداری. مغزت میگه این همون آدمه، اما دلت میگه نه، این یه مدل حرفه‌ایه و داره نقش بازی میکنه. این داستان زنیه که مغزش عشق رو دید ولی اجازه نداد که احساسش کنه. من آیلارم ولی شما میتونید منو آیلی صدام بزنید و خیلی خوش اومدید به آیلی مد کلاب، جایی که علم به پرونده های انسانی تبدیل میشه. امروز قصد دارم یکی از عجیب ترین پرونده های مغز رو براتون تعریف کنم. پرونده‌ای که مرز بین شناخت و عشق رو برای همیشه زیر سوال برد. اما این پرونده با پرونده های قبلی تفاوت داره، چون یک بازسازی بر اساس علم و واقعیت. در زمستان سال 1923 در شهر لیون فرانسه، زنی 26 ساله به نام ژولیت دوریو که معلم ادبیات در یک دبیرستان دخترانه بود زندگی میکرد. دانش آموزان ژولیت اون رو اینطور توصیف میکردن که ژولیت از اون آدمایی بود که کلمات رو فقط درس نمیداد، بلکه باهاشون زندگی میکرد و برای ژولیت شعر فقط نوشته نبود، راهی بود برای لمس احساس، برای توضیح چیزهایی که نمیشه مستقیم گفت. ژولیت ازدواج کرده بود، زندگی نسبتاً آرومی داشت و هیچ نشانه از بیماری روان یا عصبی در گذشتش دیده نمیشد. و این بخش ماجرا مهمه چون نشون میده اتفاقی که قراره بیفته از دل یک ذهن سالم شروع میشه. توی بعد از ظهر سرد زمستونی، ژولیت تو راه برگشت به خونش بود که توی یک خیابون باریک و شلوغ متاسفانه دیر متوجه حضور یک درشکه اسب میشه و تصادف میکنه. ولی خب تصادف شدید نبود. از اونجایی که ضربه مستقیم به سرش وارد شده بود، مدت کوتاهی رو بیهوش بود و همچنین توی این فاصله خونریزی خفیف مغزی داشت. اما پزشکا خوشبین بودن و بهش گفتن که شانس آوردی. و خب به ظاهر همه چیز خوب بود. ژولیت به نظر میرسید که سالمه. اما بعضی آسیب‌ها نه روی صورت میمونن نه روی بدن. چند روز بعد موقع ترخیص همسر ژولیت اومد دنبالش و ژولیت بهش نگاه کرد و لبخند زد. حتی اسمش رو هم صدا زد و همه چیز به نظر طبیعی میرسید. اما چند دقیقه بعد خیلی آروم و منطقی گفت من میدونم این مرد کیه، اما حس میکنم که شوهر من نیست. نه با ترس، نه با عصبانیت و نه حتی با گریه، بلکه در کمال آرامش. و به نظر من همین آرامش ژولیت ترسناکترین بخش این ماجراست. ژولیت سعی کرد منطقی توضیح بده، چون انگار خودش هم دنبال یک دلیل قانع کننده میگشت. ژولیت به پزشکش میگفت که این مرد خاطرات مشترکمون رو دقیق تعریف میکنه. از سلیقه‌های من باخبره و دقیقاً میدونه که من چه کتابی دوست دارم. اما وقتی بهش نگاه میکنم هیچ چیزی درونم تکون نمیخوره. نه عشق نه نفرت، هیچ چیزی. و بعد جمله‌ای رو گفت که بعدها هسته اصلی این پرونده شد. اون گفت که انگاری همسرم یک مانکن بسیار دقیق انسانیه. برای ژولیت چهره‌ها آشنا بودن اما زنده نبودن. اینجا علم وارد ماجرا میشه. در واقع مغز ما چهره‌ها رو فقط تشخیص نمیده. این چیزیه که ما معمولاً بهش فکر نمی‌کنیم، چون وقتی ما چهره کسی که دوستش داریم رو نگاه می‌کنیم، ضربان قلبمون تغییر می‌کنه. پوستمون واکنش میده و بخشی از مغز به اسم آمیگدال فعال میشه که این واکنش‌ها خیلی سریع و ناخودآگاهن و دقیقاً همین واکنش‌ها به ما میگن که این آدم برامون مهمه. در مغز ژولیت این ارتباط قطع شده بود و سوالی که پیش میاد اینه که مغز چجوری این واکنش‌ها رو میسازه. اینجا دردناکترین بخش علم شروع میشه. مغز ژولیت میگفت این چهره آشناست، اما بدنش میگفت بهش هیچ حسی ندارم. و مغز انسان نمیتونه تناقض رو بپذیره و تحمل کنه. پس یک توضیح میسازه. توضیحی که از نظر خودش کم دردسرتره. مثل اینکه اگر احساسی به کسی ندارم، پس اون آدم واقعی نیست، بلکه یک بدنه. به این اختلال میگن کپگراس سیندروم یا سندروم کپگراس. ژولیت به همسرش حمله نمیکرد. ازش نمیترسید و حتی باهاش مهربون بود. اما همیشه باهاش فاصله داشت. یه فاصله نامرئی
که هیچ چیزی پرش نمی‌کرد. اون تو دفترش نوشته بود که من برای مردی که ادعا میکنه همسرم شعر می‌نویسم. شعرها درستن اما عشق نه. فقط یک مفهوم ازش باقی مونده که این بخشش به نظر من خیلی شوکه کننده است. با گذشت زمان دانشمندان این پدیده رو اندازه‌گیری کردن و نتیجه عجیب اما واقع بود. به عبارتی در بیمار کپگرس دیدن چهره همسر هیچ واکنشی در بدن ایجاد نمی‌کرد، طوری که انگار غریبه‌ای رو ملاقات کرده باشه. یعنی از نظر بدن کسی که بیشترین معنا رو براش داره دیگه هیچ فرقی با غریبه ها نداره. در ماه هفتم جولیت دوباره به پزشکش مراجعه کرد. توی اتاق پزشک جلوی آینه ایستاد و مدت طولانی به خودش نگاه کرد و بعد این جملات رو گفت: این زن شبیه منه اما من نیستم. اینجا بود که پزشکا فهمیدن مسئله فقط دیگران نیستن. وقتی احساس قطع میشه حتی خودت هم برای خودت غریبه میشی. جمله‌ای که توی این پرونده موندگار شد از طرف یک پزشک بود، با این مضمون که جولیت نمیگه که همسرش رو دوست نداره، بلکه میگه نمیتونم تشخیصش بدم، پس نمیتونم تایید کنم. و به نظرم این بخش دردناکترین بخش تعریف عشقه که علم تا امروز تونسته ثابتش کنه. در واقع سندروم کپگرس به ما یادآوری میکنه که عشق فقط فکر نیست، اعتماد فقط شناخت نیست و واقعیت بدون احساس فرو میریزه. گاهی مغز برای زنده موندن حقیقت رو عوض میکنه و شاید سوال واقعی این باشه که اگه یه روز مغزت به احساست دروغ بگه تو کدومشون رو انتخاب میکنی؟ سندروم کپگرس به نام کاشفش ژان ماری جوزف کپگرس روانپزشک فرانسوی شناخته شد. توهم اولیه فرد در این بیماری اینه که انگار یکی از اعضای خانواده یا دوستانت با یکی از افراد بیگانه که از نظر ظاهر و رفتار شبیه به اونهاست جایگزین شده. این توهم اونقدر قویه که حتی علیرغم وجود شواهد مخالف باز هم حفظ میشه. خب اینم از این پرونده. فقط قبل از اینکه ویدیو تموم بشه دلم میخواد یه چند تا نکته کوچیکو بهتون بگم. اول از همه این که تمام کامنت هایی که تا الان زیر ویدیوهای آیلی مد کلاب گذاشته شده، اونایی که با قلب قرمز لایک شدن به عنوان تاپ کامنتر هفته بهشون کتاب هدیه داده شده و این یه قول همیشگی از طرف من به شماست. و نکته دیگه این که تا این لحظه تمام کامنت هایی که دریافت کردم از طرف دوستانم بوده که میشناسمشون و از این بابت بسیار قدردانشونم. اما اگه ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین خیلی خوشحال میشم که نظرتون رو برام بنویسین و به جمع دوستای آیلی مد کلاب ملحق بشین. و در مورد ویدیوی قبلی هم باید اینو بهتون بگم که من موقع ادیت متوجه شدم که از یه جایی به بعد میکروفونم خاموش بوده و ادامه ضبط با دوربین خود گوشی انجام شده بود و خیلی دیر متوجه این موضوع شدم که بخوام حالا دوباره ضبط رو انجام بدم. همین. امیدوارم که پالس زندگیتون همیشه سبز باشه.